اگر فیبر کافی استفاده نمی‌کنی یعنی به سلامتیت اهمیت نمیدی. بیا تا برات توضیح بدم. من دکتر قاسمی، میکروبیولوژیست و داروساز اینجا هستم تا به زبان علمی و ساده نکات مربوط به سلامت رو در کنار شما دوره کنم. فیبرهای موجود در غذا دو دستن: محلول و نامحلول. فیبر محلول همون چیزیه که باعث میشه کلسترول بیاد پایین، قند خون تنظیم بشه، باکتری‌های روده رو تغذیه میکنه و باعث کاهش وزن میشه. فیبر محلول رو از کجا میتونم به بدنم برسونم؟ از سیب، موزیک نارسه، از پرتقال، جو دوسر، دانه چیا، تخم شربتی و حبوباتی مثل عدس و لوبیا. فیبر نامحلول چیه؟ همون چیزیه که ما برای رفع یبوست ازش استفاده میکنیم و اگر بعد از خوردن غذا حس سنگینی داریم توی معدمون، این فیبر برای ما مناسبه. این مدل از فیبر رو میتونین توی کاهو، کلم، اسفناج و توی گردو و بادوم به وفور پیدا کنین. به چه نوعی از فیبر احتیاج داریم؟ به هر دو مدلش. خانم‌ها روزانه 25 گرم و آقایون روزانه 38 گرم فیبر احتیاج دارن. پس اگر نوع تغذیت مدلیه که نمیتونی فیبر کافی رو به خودت برسونی، بدون داری خودتو از یه منبع مهم سلامتی محروم میکنی. راه حل چیه؟ استفاده از مکمل‌های فیبر. باید فقط حواستون باشه که 2 ساعت قبل و بعد از این مکمل‌ها هیچ دارویی نباید استفاده کنی. محصولات پیشنهادی من رو توی استوری و هایلایت ها میتونین ببینین. مرسی که همراهین. اگر دوست داشتین درمانچین رو به دوستان دیگه‌تون هم معرفی کنین.